بذار ببینم. یه اردک لاستیکی که نفس آتشین داره و پرچم هتلم دستشه. اینطوری تبلیغم میشه. چارلی حتما عشق میکنه. ای جونم. کی داره زنگ میزنه؟ پدره. یا خودش. خیلی خوب آروم باش. این یا خیلی خوب پیش میره یا بدتر میخوره توشو میره. به لوسیه بابا، حالت چطوره پسرم؟ ببینم اصلا یادم نیست اینو انداختمش دور، یادم رفته. رده چندم گل پسرم بودی بابا جان؟ ردت چیه؟ خب هرچی از مطمئناً اون تماس پدر جان، میدونی اولیش حضرت، دومیش مایکل. آره گفتش باید تغییراتی توش بدم. خب بگو ببینم گل پسر اردک باز مغرورم چطوره ها؟ خب بگو ببینم چه کردی، چه میکنی؟ خب چیزای خوب، کارای خوب، یعنی هر چیزی که دم دست باشه و از دست بر بیاد. خب خیلی خوشحالم که اینقدر پسر خوبی بودی و بهت تبریک میگم و ازت یه چطور بگم، یه توضیح میخوام اگه اشکال نداره. البته گل پسرم. توضیحات و تبریکات بابت چی اون وقت پدر جان؟ خب تبریک میگم بابت نخستین گناهکار بازپروری شدت به اسم آقای واسه ببینم اسمت چی بود مفلوک ها؟ اسم این جان پنتیوس قربان، سر پنتیوس جناب گاد. آره همین ماره که اینجا فرستادیش. چی بود اسمش؟ پنشسه، پنتوس، هر کوفتی ولش کن. حالا ببین واقعا لوسیفری تو ثابت کردی که یه ما رو بازپروری کردی و اومده اینجا. واقعا باید بهت بگم دمت گرم داری. بابا وایسا پدر جان وایسا یه لحظه. چی؟ اون یارو رفته بهشت؟ خب آره در کمال ناباوری البته. با خودم گفتم شگفتا یه نفر بازپروری شده، ولی خب کار تو بود دیگه، مگه نه؟ وای چارلی که اینو بشنوه خیلی خوشحال میشه، چون میبینه که نقشش بالاخره جواب داد. لوسی جان بابا من یه ذره سردرگم شدم. چارلی کیه؟ چارلی دیگه، نوه شما، دخترم. جانم بله الان چی تلاوت کردی شما؟ خب نوه‌تونو گفتم دیگه. مطمئنم که یه عکس از خودمون چارلی برای مایکل فرستادم و گفتم بهتون نشونش بده. میدونم که من تا ابدیت بوده هست و خواهد بود نادیده میگیرین، ولی گفتم شاید حداقل براتون اهمیت داشته باشه که بدونین یه نوه دارین.